من خیلی خورد بودم روزی. با دقت همه اهل مکتب وقتی برنامه انتظامی را سر می‌کنیم حاضر به شما نظامنامه را می‌خوانم. از این پس هر روز در همین ساعت برنامه پخش می‌شود. قاعده اول در برنامه طلبه ها راه داده نمی‌شود. قاعده دوم طلبه ها به خانه پخش رادیو نمی‌درآیند. قاعده سوم آموزگاری که در برنامه سخن کردن می‌خواهد از من اجازت می‌گیرد. قاعده چهارم مکافات و یا جزای طلبه از رادیو پخش می‌گردد. قاعده پنجم نفری که قاعده ها را رعایت نمی‌کند جزا می‌گیرد. معلم در رادیو با کار در اومده است. بچه‌ها معلم شفیق به ماموریت دست داده است. استاد علی برنامه ما رو بهاری آینده گوش میکنند. تلاش بر اومدن طلبه از مکتب تغییر نمی‌یابد. بله، مقصد من مهر مکتب رو در دلشون جای دادن و همین محبت رو در چشمانشون دیدن است. پینار خانم، با شما چی شد؟ آسیب ندیدید؟ پینار خوب هستی؟ نه همش خوب است. خیریت معلم علی کمک کردن. معلوم می شود که هم گپ زدن و هم راه گشتن نمیتوانم. رفتیم دستان مایدش خوب رفتیم. در اینترنت یک دختر است هر شب دعوت میکند بیا صحبت کنه میگوید تو با من صحبت نکند خوابش نمیبرده است. ای با خدا حیف میشود دختر از صحبت محرومش نکنم. چی هم میگویی دوستان؟ دختر چخیل است؟ زیباست؟ امی خیلی زیبا کی؟ رسمش است نشون ده. وای در برم نیست. نگاه کنید کی می آید. دخترهای امروزه عذاب ندارن. با مثل شکل آ میبینی؟ شکل آ میگویی دختر زیباست اما پسر کرنشویم. من کرنشویم؟ با کی گفتی این گپ رو؟ ما رو گفتی؟ چی به خودت میکشی؟ من تو گفتم. برخ احترام معلم را بجار. معلم شما هم آرام شوید. اوزان آرام شو خود رو به تسکیر. گوش کن دوست دارد رو گوش کن. کاری رو که پشیمانی میاره نکن. گپت رو گشته گیر. تو چیکار میکنی رندی؟ اوزان چی مصیبت است نسبت معلم عقل داریم. بس کن تو هم از گوشه اوزان خود رو به تسکیر. چی میگوی به من؟ سردی مرا؟ بس کن. چی بس کن؟ چی حق دارم که برام میسند؟ بس کن سردی مرا. رفتیم. هم میبینند اگر مادامی که مردی و دستت رو برداشتم میزنی جوابش رو هم میدی. چیکار میکنی اکا؟ چیکار کردنم رو حالا میبینند. همه میبینند. آزن حریف هم میفهمد. دختری که در برش میگرداند او هم میفهمد. همه میفهمد و میبیند. من در اونجا تو رو نشناختم. یعنی اوزنی رو که دوستش میدارم اونجا گویا کسی دیگر بود. این خیلی نگو پینار. برای بچه‌ای که به یکتی نمیارزد کاری نکردم که از من رنج. به خدا نگو. چرا به همه چه اعتبار میدی؟ بگذار گپ زدن گیرم. ببین همه اینها سفسطه‌اند. اگر سخن درباره تو باشد نه چیزی رو میبینم نه چیزی رو میشنوم و نه چیزی رو حس میکنم. اگر مسئله تو باشی من فکر نمیکنم عمل میکنم پینار. جورا برق دیوانه شده است. انیق یگان کاری بد میکند. با خدا برق است میکنم که گفت میکند. معلم اوزان خودش گناهکار
баъд боз зада мешавад. боз дар назди мелек. ба худо ки ман тарсидам. ин қадар фикр накун. кори шудагӣ шуд. рост. хайр, шаб чӣ кор мекунем? чӣ кор кунем ака? дар интернет бо духтар гап мезанам. ту одами аҷиб ҳастӣ. дирӯз ба каси дигар ошиқ будӣ, имрӯз бошад интернети ошиқ шудӣ. ошно мон ин гапро. аз ин пас касе хуб гап занад бо гап мезанам. гап задан гир. ягон бало шавад, туро ман мебардорам. биё рафтем. духтар дар куҷо мегардӣ? аз ҳаяҷон мемирам. ана омад. салом. дар куҷо будӣ? хавотир шудам. шадам наистаме? айби ман чӣ? аз ҳаяҷон намедонам кадом тугмачаро пахш кунам. омадам. чӣ шуд ки? ман рав аз пешам. бо янгар суҳбат дорам, намебинӣ? танҳо гузор. охир ман дарс тайёр карда истодам, ту ба ман халал мерасонӣ. ту гови гов. хон алафат биёрам, мехоҳӣ? ҳайвони чахмак. имрӯз ба ошноҳоям оиди ту суҳбат кардам. бо духтари ношиносе ки ному насабашро намедонӣ. чӣ кор дорӣ гуфтан? мехоҳам сюрприз шавад. бад аст магар? не, бад несту. ман ҳам дар бораи ту фикр мекунам акнун. рост мегӯӣ? чӣ фикр мекарда бошӣ? каме нақл кун. дар кӯча кадом духтареро бинам, хаёл мекунам ки туи чунон ҳолате мешавад ки рафта кӣ буданашро пурсидан мехоҳам. ба ҳар духтар нарав ҷонам, танҳо ба духтарони зебо рав. хубтар аст. майлаш. барои имрӯз масхарабозӣ бас. вақти корҳои ҷиддӣ расид. дар ин бевақтӣ шаб ба куҷо? як кор дорам оча, зуд меоям. дар ин соат чӣ кор дорӣ? оча, хавотир нашавед. барқ, дар пеши хона мототсикл дидам. пеши падарат рафта будӣ? не оча, аз рафиқам. худаш амрико рафту гуфт ки то омаданам истифода бар. 2-3 соат пас меоям.
ماشین آقای آزان را حالا به تاریخ مبادر میگردانم. ماشینش از سر شده. بچه ها در این بارونی در این وقت چی میکوبید؟ زود به خانه. شما پدر و مادر دارید؟ ما را ببخشید. پینور خواب رفتی دخترم؟ پینور؟ چی گپ؟ این تریزه چرا کشوده است؟ در این خانه همه کارو من باید فکر کنم. خدا شفا دهد. درد یافتی؟ نه آخر یک جراحی سبک بود. بیا روی. حاضر خودت رو چه خیلی حس میکنی؟ خیلی خوب. حادثه هایی که باعث غمگینی هم میگردند به کلی فراموش کردم. ها در پیش خوشبختی ما رو انتظار است. بله. موضوع امروزت معلوم است؟ بله، اندیشه های طلبه ها رو اوید محبت میپرسن. زمانه با کی بگه مخی غم و دل مانه فقط خدا میدانه. زمانه الهی تخمکی شیطان مانه جدا کردن تانه.
خدا جان بخت به تای دخترا را دیگه فریب نکنم بچه ها را پدر و مادر را زمانه بچه آدما ندارن خانه خبرداری تو یا نه زمانه با کی بگیم آخی همای دل مانه فقط خدا میدونه زمانه کسی ای کسی خودش نمانه در این سال و زمانه. مرحمت معلم. مرحمت معلم انتظار میشویم. البته معلم میآیم. مرحمت معلم جان. تشکر. مرحمت نجمیه خانم. این برای من؟ بله چی شد که؟ به شما مگر فاتحه میشود نجمیه خانم؟ ای خدا در حقیقت به نجمیه خانم یگان فاتحه نمیشود. معلم علی مرحمت. تشکر سعی میکنم که بیایم. معلم التماس حتما شما رو انتظار میشویم. دیروز در درآمدگاه مکتب چی شد؟ من گرفتم. معلم بیایید مزه دهم رو نگریزونیم. اهمیت ندهید. ما اهمیت نمیدیم اوزن، آنها هم اهمیت نمیدهند. با دقت باش. برگمانندها را خوب میدانم. از این گونه طلبه ها باید ترسید. اصلا این قبیله طلبه ها را از گوششان گرفته پیش میکنی اما خانم ها، جنابان، کودکان و نوجوانان، با من خبر رسید که معلممان آزان با دوست داشتهش خانم پینار روزهای نزدیک فاتحه خواهند کرد. همه‌تون به این معرکه دعوت شده. البته که تا روز معرکه 4 سال دانشگاه را خوانده، به معرکه جابجا گذاری کادرها اشتراک کرده معلم شویم. اوه دادری با عقل من، و مثل گفته تو با معرکه و غیر از معلمون کسی اشتراک کرده نمیتونه. جاله معلم علی در اتاق معلمون تو رو انتظاره. معلم ما رو دعوت کردید؟ جلیل جان چخیر که مسئله تمام بود این رو در صیف آویزان کن همه ببینند و بنویسند. خوب شد بس معلم. جله اگر به ملال باشد اینها را به معاون مدیر میدادی؟ در حقیقت نمیدونم. سر و کلوبم بود. خودش چی گفت؟ نه خود آدم دعوتنامه های فاتحه دوستدارش رو تقسیم کند. پیشت رو نگاه کن. پیشت رو کور هستی تو نمیبینی؟ پیشت رو نگاه کن. یک دم خواب کن. چی سینو؟ به این هم سرم گرنگ است. کنیته؟ اوه جفتی هاش خونه فاتحه میکنن. بله کاری تو چی؟ با تو چی فرق دارد؟ نباشد من تو رو یاردم کنم. چه خیل؟ مدیر محترم، معلمان مهربان و طلبه های عزیز، یکی از معلمان مهربان اوزان دغلر با یکی از معلمه های زیبا پینار اکچان روزهای نزدیک معرکه فاتحه دارم. حیات عجیب است. تا دیروز آنها در اینجا دوام میگشتند و امروز کلان شدند و فاتحه میکنند. این دو جفت دعوتنامه ها را چاپ کردند اما حیات را قریب که نمیدانند. بعد 2 هفته به سرشان چی میآید کسی نمیداند. همین خیلی باشه ها. کفایه این کودک خودش رو کی میسابه؟ بعد 5 دقیقه چی شدن معلوم نیست. از اینجا یک قدم گذاشتی ماشین میزند و میمیری. پس این دعوتنامه ها را چی میشود؟ همش اخلاق اسراف. اینجا بیا. مرا تهدید میکنی؟ نه آگاه میکنم از دوستداری. گوش کن. ایستید معلم. بسیم رو با تو میگویم زود بیرم.
تو هم شله. آرام شوید معلم. و جوانان این طور عکس العمل نشان دادن درست نیست. ما آخر آموزگاریم. این شرمندگی نیست؟ لایحه مشهورتان به سرمان بلا شد. همین رادیو نمیرسید. جناب مدیر، معلم علی گناه ندارن. طلبه بپرسیش در آمده است. البته شما با اونها امکان دید همه کار را میکنن. از این پس کسی به اینجا نمی دراید. درش را قلف میزنم و دوباره نمی کشایم. بچه ها خواهش میکنم قاید محبت اندیشه های خود را نویسید. ممکن لحظه هایی را صاحبید که فراموش نشونده است. معلم این خبر رو هم از رادیو پخش کنیم تا همه این خبر رو شنوند. برعکس کسی نامش رو ننویسد بهتر است. التماس کمک کنید. معلم من هیچ جا چیخ نشدم. چی می نویسم؟ چیزی که در دلت هست همان رو نویس. مرحمت اینش برای شما. من از عشق دیده خاطره های کودکیم رو نویسم میشه؟ البته. کودکی من در یتیم خانه گذشت. یک روز خواهرم گلشاه به زمین افتیده دستش زخمی شد. گویا که پارچه قلب من زخمی شد. از این حال دلم بسیار ناراحت گشت. مرحمت. تشکر. بر نوشته های طلبه ها می نگرم. قریب که همه‌شان عاشقند. چرا این موضوع را انتخاب کردید؟ خاطره بد. دردهای همه را گوش میکنید ولی میتوانید از درد خودتان به من راضی دل کنید. سال اولی خانیش با او شناس شدم. نامش سنجر بود. در اول ها دوستی قریم بودیم. مرا نظارت میکرد. بعدتر مرا یاسومن میگفتگی شد. شوخی فهمیدم اما جدی بود. مرا همچون یاسومن میدانست. بعدتر با اون کس دوستی رو خاتمه دادم. اما هوش و خیال سنجر در من بود. گویا در مغز استخوانش جا گرفته بودم. هر روز در خانه، در مکتب، میانی دفترها نامه ها میگذاشت و در اکثرش رسم های دل بود. همه قلب ها یک خصوصیت رو داراست. در بالای همه رسم های دل خنجر است. بعد از مکتب رانده شد. دوباره ندیدم. با آسانی از او خلاص شدید. این سخن ها بین خودمون آزان نمیدوند. نقل نکردم. بسیار حساس است. میلش گفتی شما شود. من باید به درس روم. موفق باشید. تشکر. معلم در رو شده مونید. من دری پوشیده رو ناز نمیبینم. اگر تنها باشم در رو نمیپوشم. میلش چه خیلی که خواهید. حاضر نوبت نشون میدیم. التماس خود رو به دست گیر و خود رو هم نزن. حاضر رو بسرم بالا شد تو؟ اوزان مگر نمیفهمی مقصد او تو رو عصبی کردن است. چقدر بدقهر شوی او همانقدر خرسند میشود. راست. چه خیلی رو مشکوب کردن میخوام.
حالا روزت رو نشان میدیم. کردار نشد التماس. خیر مایلش بیعقلی کردنگی از مکتب خارج میشوی. بیعقلی دیوانه. خطت رو خوندم. معلوم که امروز برای من رسمت رو روان میکنی. بله، حتی میخواهم که پگاه بخوریم. مایلش تیار هستی؟ رسم رو روان میکنم. 3 2 1 گریده کنم. اکا وظیفه از بیولوژی دارم. اکا چی بگوی چی؟ وظیفه. کدام وظیفه؟ انا با تو وظیفه. زیبایی دختر رو ببین. اکا در این عالم زیبا عاقبت شناسشوی رو فکر کن. خدا نشون ندهد یکی تو رو فریب کرده گرده ات را گیرن. ایراله اکات رو هیچ کس هیچ کار کردن نمیتواند. حقیقت است. اینجا دروغ نیست. معقول شدم. با واخوری می آیی؟ البته می آیم. عجایب زیبا هستی. از خیال کردم زیباتر. ای خدا جان ته سحر شود. گوش کن دختر با دولت می نماید. دستی خالی رفته نشود. پول داری؟ دارم و کتاب میخرم. چه خیل کتاب؟ اینجا مسئله حیاتی اکاد. نمیدیم کتاب میخرم. اکا ما هر دو برادریم. در ما نباید از من و تو جا گیرد. باز من از تو 20 دقیقه کلان هستم. کلان ها رو حرمت کن. در جوان است. آفرین. چه خیلی که میگویند پولی تو پولی من است. پولی من باز پولی من است. مینت کن مینت. برق باز میبروی. حداقل کجا رفتنت رو بگوی. او چه چند بار گویم کار دارم. آخر پسرم. باز یک حکایه عشقی. همه این از یکدیگر دردناکترند. عجب این رو که نوشته باشد. در این صنف تنها من عاشقم. دیگر همه کودکند. لیکن من در حقیقت عاشقم. دوست می‌دارم. دیوانه‌وار دوست می‌دارم. بعضا می‌خواهم او را دزدیده به دوری‌های دور روم. کی می‌داند شاید روزی همین خیر هم شود. او را می‌دزدم. اگر در چشمش همه مهر حس کنم. او را گرفته از این دیار میروم. لبه شب بخیر. خوب نرفتی؟ نی خوب نیستم اوچه جان. بچم دعوتمون طول میکشد. چی خواطر میشوی؟ گفته زنگ زدم. مایلش اوچه جان خواطر نشوید. خیر نباشه دخترم. شما رو میبوسم. بعد خواندن این صداها چی حس میکرده باشید نمیدانم. با من فرق ندارد. عموما به این جواب خواهید داد. لازم شود جانم رو میگذارم. شما میبینید جان شما هم باید سوزد. خاطرانه یا گویا به کسی نوشته باشد. گویا به من خطاب میکند. خدایا
لبای پینار. معلم علی ناراحت نمیسازم. لبای گوش میکنم. بفرمایید. با کاری امروز اتون دقت دادم. فکر شاگرد مرا خواطر میکند. معلوم شد که یک طلبه عاشق شده است. جنون شده است. تو حدی که تهدید میکنه. حیران شدم معلم. گویا برای من نوشته باشد. شاید به من ننوشته باشد. عشق طلبه ها را تا این درجه ها رسانده است. آنها فکر میکنند که تنها آنها عاشقند. محیط که ناسالم است آنها را به این درجه آورده رسانیده است. و آنچه که از معشوق میخواهند میسرشان نمیشود دیوانه میشوند. با یگان راه به آنها حقیقت عشق را باید فهمانیم. آید این موضوع تحقیقات شما بسیار مهم است. با مثل همین در خوابگاه تربیوی تحقیقات گذرانیده بودم. نتیجه های عجیب گرفتم. خوابگاه تربیوی؟ بله، در خوابگاه تربیوی گذشت کودکیم. گذشتم غمگین آور است. کم و بیش در یاد دارم. عجیب. تا چند سالگیتون آنجا بودید؟ نمیدونم. تخمینا آقای برق رو خاموش کردند. خدایا چیکار کنم؟ در محله هست تو؟ متاسفانه کسی کارش رو انجام نمیدید. در خانه شم دارید؟ در آشخانه هست. خیلی تاریک است. معلم در خونه کسی هست. آرام باشید، واهمه نکنید. شاید مادرتون آنجاست. چی؟ نه، آن کس گفتن که دیر میرن. چیکار کنم؟ خدایا راست به همین طرف آمده ایستاده است. پنهان شده. از جایتون نجنبید. نمیدونم چیکار کنم. در کجا پنهان شوم؟ خدایا رحمم کن. معلم چیکار کنم؟ انا اومد. معلم خدا جان. آرام باشید پینار. با پلیس خبر میدیم. او اینجاست. در خونه است. زود نشانه رو دید پینار. حاضر میآیم. پینار نشانه. پینار با من گپ زنید. آقای مامور التماس شتابید.
اوزان خواهش میکنم خودتون را به دست گیرید. پینو را دوست دیدند. دولان را دیدید؟ بله. روزهای آخر یکان زنگ تلفن تهدیدتون کرده است؟ نه، با کسی خفگی نداریم. خاطر نشوید، میابیم. آنجا را سنجیدیم، چیزی نبود. بسرمون چی آمده ایستاده است؟ اینجا شینید. روزهای آخر به نظرتون یکان چیزی غیرعادی رخ نداده بود؟ در این خانه همه کارمان باید فکر کنم. دیشب عجیب کاری رخ داده بود. تیرزای پینور کشاده بود. در اسنوی محکم کردن تیرزاش دیدم که نفری موتورسیکلش را رانده رفت. چی خیلی موتورسیکلیست بود؟ چی خیلی که دیدم موتورسیکلیست یا بود. در این یگان شبهه‌ای نداشتم. تنها دلیل میخواستم. من میدونم که پینا را که دزدیده است. پسرم کجا بوده؟ خوراکت خنک شد آخر. من گفتم کو مرا انتظار نشوید. اینها رو در خلطه اسباب ها گذارید. موتورسیکلت رو تعمیر کردی؟ از دستی بچه یکون چیز خلاص نمی‌یابد. یک کم بوده خوردککی بود. کمی ناراحت کرد. ما رو به تنگ آورد علی. صدمه تشکیل کرد. میفهمم، لیکن این از حد زیاد مبالغه نشد مگر؟ این کودک دردی سر است. از او همه چیز رو انتظار شده ممکن. من کمایلش مادر پینورچی موتورسیکلیست رو دید. همه عیان است. جناب کمیسر، مطمئنم میخواهم به شما معلومات دهم. خدا جان بخیر باشد. شب بخیر خانم. مرد مراغلو در همی خانه می ایستد؟ چی بود؟ یگان واقعه روی داد. چی شد و چه؟ آمدیم که تو را به شعبه پلیس ببریم. خودی حاضر؟ بله، التماس مجبور نکنید. خوب، لیکن من هیچ کاری نکردم. دردتون را در شعبه پلیس میفهمونید. نسبت شما شکایت هست. پسرم میگوید یگان کاری نکردم. خاطر نشوید، همش نظم میشود. با چه قسم میخورم یگان گناه نکردم. به حالش گذارید و گناهی ندارد. شما را میفهمم، اما با برق باید صحبت کنم. اقربایش میشوی؟ بله، معلمش میشوم. این طرفش را حتی فکر نمیکردم. چه خیلی میدوزد. یگان چیزی نافهمون نیست. اونجا که برق است، اونجا ویرانی است. به این هم خودش یک شخص افلوس است. مهمون که به پینور یگان ضرر نرسونده است. فکر دزدیدن و در بم گذاشتن ندارد. البته انیخ کاری کرده است. این کار به تو معقول ژله؟ نه جیرین جان، منم زیق شدم. زندانی میشود چی؟ بچه من به شعبه پلیس میروم. چقدر بد نباشد رفیق من است. آفرین، برای درسی وفا نمونه ای. گفته بودم که دیر و یا زود از بینمون میروی. قسمت همین بوده است. در همین جایها باید باشد. در اونجا مرا انتظار است.
این چی خودش؟ تو کی هستی؟ برای تو چی ها گفته ایستاده ای؟ دیوانه ای؟ من عشق اینترنتی هست امره. چی؟ عشق؟ رو از اینجا؟ اما دیروزی خیلی نمیگفتی؟ دوست میدارم میگفتی، عشقم میگفتی. تو هم رو دوست میداری، عاشق هستی با من. زده منو زده، چه برمتی جمع دیوانه ای؟ چی گفت خودششی؟ این بچه کی؟ خودش چی گفت ها؟ با کی گپ پرتافتنت رو میدانی؟ کاری خودت را کن، ما با یک دیگر عاشقیم. اینه بین باز گپ میزند. کاش که دیشب خبردارم میکردید. وقت تنگ بود، لیکن گفتند که حاضر با او واخورده میتوانیم. از پینار خبری هست؟ لبه مرد، یک ثانیه تو رو نمیشنوم. تلفن کنم با پدرم زنگ میزنم، او ما رو از اینجا خلاص میکند. با برتی مرغالو شما واخوردن میخواستید؟ در اصل نه، لیکن من هم معلمش میشوم، اجازت میدهید؟ من هم میخوام او رو ببینم، التماس، چون که مولوی دوستی داریم. مرحمت. برق خوب استی؟ برق این خیلی کار کردنت رو هرگز باور نمیکنم. با من فرقی ندارد، باور میکنی یا نمیکنی؟ معلمه شما چرا آمدید؟ باید روید از اینجا، باید. برق برای نجات تو اینجا آمدم. احتیاج به کمکی کسی ندارم، باید از اینجا، باید. برق التماس خیر رفتار مکن، برای تو آمدم. من هم حق دیدن تو رو دارم. رو از اینجا، کاری تو با من نباشد. یکان کس رو یا بود فکر او را کن. تو خواهی نخواهی ها، من فکر تو رو میکنم. این را فراموش مکن. ملک من رو در این حالت باید نمیدید. شد آرام باش مرد، حل میکنیم. امره رو بیارند. خداحافظ. او با من گپ زدن نخواست، بجرین هم دغلی کرد. کنی من صحبت کنم، بعدی اندک امره رو میارند، با او بیمانید. أي من جاي؟ ليش شو في؟ وقت اللي بيجيبوه بنعرف. اوه معلم، خوش آمدید. مرا در اینجا دیدن خوشت آمد. راحت کن نباشد. یگان شاگردم رو در اینجا دیدن نمیخواهم. جای شما اینجا نیست، بلکه میز و کرسی مکتب است. میدونم که تو هم اینجا را نمیخواهی. خواهش من نه اونقدر مهم است. به این هم کسی مرا باور نمیکند. من آمدم که به تو باور کنم. مهم آن است که اصلاح شوی. معلم من نکردم، پینو رو من ندزدیدم.
دستانم در کردم. میدانستم معلوم بود که به اینجا میافتد. همه کلان شده با عقل بشود و او کلان شده عقلش را خورد. برق میگوید که اینجا نافهمی شده است. یگان خطاگی شده باشد آن هم باشد برق است. او دردی سری هم است. برق جوان است که درست حسیاتش را فهمانده نمیتواند و آنچه را که فکر میکند متاسفانه با جهل بیان میکند. برق دیشب در کجا بود؟ یک دو شب است که چیزی نگفته از خانه میبروید. دیر به خانه میآید. دیشب هم دیر اومده بود. مادرش کیت پسرش همان است. زنی بی‌مسئولیتی که از عهده پسرش برآمدن نمیتواند. در اصل تو بی‌مسئولیتی. او را از خانه من نه تو پیش کردی. من در قهرم گفته بودم تو برایش چی کردی؟ صاحبی نکردی؟ به چه حالت آوردی؟ شما چی آقای طاهر؟ فکر میکنید که به فرزندتان وظیفه پدری را اجرا کردید؟ خیلی خوب. خوش آمدی پینار. تو مرا نزد یاسمین میبری. یاسمین کیست؟ خود یاسمین در کجاست؟ با دوست داشتم یاسمین مانندی. تو میمیری و او میآید. خدایا. دیشب در کجا بودی برق؟ اگر تو به من کمک نکنی من به تو کمک کرده نمیتوانم. کجا بودی؟ گفته نمیتوانم. تنها یک چیز میگویم. من به پینار کاری ندارم. من دنبال عشق خودم هستم. پینار رو باشد ندیدم. وعده میدهم در باره‌ات با کسی حرف نمیزنم. اجازت دیروم. نه. اگر تو روی یاسمین رو نمیابم. یاسمین با مرگ تو حیات به دست میآورد. التماس مرا نکش. التجا دارم از تو. التجا دارم. یگانه راهی که یاسمین رو به من میآورد.
گذارید دسر گذارید. امری خوب هستی؟ چه خیلی که میبینی؟ با پدر مادرم خبر دادی؟ به پروا نبودند آخیر؟ خیریت که تو هستی. با آنها کاردار نشو و حتی فکرشان رو نکن. باز تو مرا جنگ کردی. من به تو گفتم که به سرت بلا میخری. اینشتین بودن کم بود. باز برایم ستاره شناس شدی. اوف، با فکری تو از اینجا میبرایم. حاضر معلم علی آید و کمکمون میکند. بین دیرکترم اومد. از روزی که آمدی مکتب تمام شوی حادثه ها را شاهد نشده است. هر دم هر دقیقه حادثه است. مکتب از مکتبیش برآمده است، غیر مکتب به همه چی مانند. برو. از محصول شما طلبه ها از مکتب دیده به اینجا زیادتر می آیند. معلم، عاقبت سختگیری نکردن همین است. متاسفانه اصول نوازشانه تو به کار نآمد. اینها رسم‌های آخرین تو پینار. با نزدیکانت خاطره میمانند. سرده منو سر میدیم. یوسمین که آمد سر میدیم. برق بچه با عقل نشدی، پروندت خوب نیست، اما این کارت کاسه را لبریز کرد. بگو پینار را کجا کردی؟ آخر چند مرتبه بگویم پینار رو من ندوزیدم. گوش کن برق، اگر خودت گویی و با ما یک جای کار کنی جزایت سبک میگردد. اگر که کار را دشوارتر کنی. چی باید گویم که آخر گناه ندارم؟ برق خودت میدانی برای تو هیچ خیری نمیارد. خیر، مسئله حل شد. رحمت معلم. لیکن باز کارهای حل طلب است. امروز در این بابت صحبت میکنیم. معلمت رو به مکتب میبرد. کمیسر این رسما از ایمیل مکتب گرفته شد. گروه آنجا بود و آورد. شخصیت ارسال کرده معلوم شد؟ نه کمیسر. کمیسر یک دقیقه. مرحمت. اینها خدایا میانی دفترها نامه ها میگذاشت و در اکثرش رسم های دیری بود. همه خطها یک خصوصیت رو داشت. در ملوی همه رسم های دین خنجر است. من میدونم پینار رو کی دزدیده است.
چرا سنجر؟ یاسمین عشق هستی با یاسومن دل باخته ای و این رو برای آن میکنی که تو عاشق هستی. مرا عاشق مگو، عشق مگو باری دیگر میگویم عشق مگو. رسم ها رو با اینترنت روان کردن. ارسال کننده کامپیوتر خوب میداند. تشخیص کردن ارسال کننده دشوار است. شاید کمک کنی. فهمو، اما من هم زیاد نمیدانم. فقط آن چیزی که از پینار شنیدم. شخصیت 2 ماه پیش از بیمارخانه گریخته است. در کجا بودنش را کسی نمیداند. این قدر قطعه های خالی. اینجا انبار است. پینار را در انبار نگاه می‌دارد. این نوشته ها چی معنا دارد؟ نوشتجات شیشه را برعکس خواندن لازم. انبار قطعه های رنگ و بارکنی امورلوک است. آفرین معلم، کاری کلان کردید. با دقتی همه دسته ها زود به انباری رنگ و بارکنی امورلوک. نکن سنجر، التجا دارم، یاری ده سنجر، من اینجایم. سنجر التجا دارم، یاری دهید. یگان کسی هست، یاری دهید. یک لحظه، شاید من تستر بذارید. یاری ده، من اینجایم. سرده بسیار باکی میکنم. سرده گفتم، سرده بسیار باکی میکنم. سرده گذاشت رو بس کن گفتم. من رو سرده خفت کن گفتم. تشکر معلم برای هم. نمیارزد. سلامت باش. برق مرا ببخش. چی خیلی بخشم؟ ای بی خودت رفته پسرم. روزی وزنیم بود اما شکر که گذشت. بله، با یاری شما. میدانید پینار هم در خوابگاه تربیوی کلان شده است. از احتمال دور نیست که شاید باید. میدونم چقدر میخواهید برادر و خواهرتان رو پیدا کنید، لیکن پینار هم روزهای سختی رو از سر گذرانیده است. فکر میکنم با او وقت لازم. درست میگوید. یک کار دیگر مونده است، آن رو باید حل کرد. مسئله عاشقی بچه ها. امشب برای شما یک نشست خوبی آماده کردم. یگان جای تماشا است مگر؟ چه خیل دعوت؟ به خانه بابا ملیک خانم دعوت شده ایم. دعوت بسیار جالب. درس می آموزیم. درس شما دیگر چیزی فکر نمی کنید. یگانجا تماشا رویم. ها درست معلم. درس مکتب بسنده نیست؟ اما این درس به شما خوش می آید. موضوع درس عشق است. بگاه در آنجا وام میخوریم.
خسته نباشید. چطوری که میبینید محبت رو نه تنها با سخن میشود بیان کرد. استاد جمال، عشق چه لحظه های زیبایی دارد؟ عشق دو نمود میشود. نمودی اول به مثل نای حقیقتی بزرگ رو میبیند، دیگر همه چیز رو تازه میکند. دویمش چی استاد؟ و دیگر دل میدهی و از او جواب انتظار میشوی. دیگران رو چون رقیب نمیشناسی، میگویی که من هستم، آنها چی هم کرده میتوانند. جوانها نیز میخواهند دانند که در حال حاضر چگونه عاشق باید شد. رومانتیزم بر عشق زینه‌پایه شدنش ممکن و یک شرط: انسان در حقیقت خودش را دوست می‌دارد، زیبایی خودش را، قوای خودش را، و می‌خواهد دیگران نیز این را تصدیق کنند. کسی که خودش را از حد زیاد دوست می‌دارد کسی دیگر را دوست داشته نمی‌تواند. انسان باید دوست دارد، اما نباید انتظار منفیت شود. میوه عشق شیرین است. بلبل میگردی، در نزد خار از زبان شهد و شکر میریزد. زنبور میشوی، عسل میکنی، اطراف را شیرین میگردانی. چون این عشق انسان را مجبور میسازد تا پلی بر بی آخری بسازد. اگر با چنین عشق لیلا شوی، داستان مجنون تولید میگردد. فرهاد باشی، به مثل شیرین داستان زیبای تولید میگردد. زنبور به گل عاشق شده عسل میآورد. عشق شما نیز باید چنین باشد، بی آلایش. نه کینه در او باشد و نه نفرت، نه خون باشد و نه غضب. بچه ها، عشق فرهاد می شود و کوه را پاره می کند. از آن آب می گذرد و بیابان سبز می گردد و اطراف جان می گیرد. اگر عشق سخن گوید و درد گوش کند، در آن صورت دوست داشتن نیست، بلکه محبتی بی آخر به میان می آید. معلم ها درس را دراز کردند، چای ها خنک شدند، آب ها هم خنک شدند. عشق گرم نمی کند؟ چرا گرم نمی کند؟ گرم می کند، درست. چایی که با محبت نوشیده می شود گرم می کند. این دختری نم است. این مراتب تحتای تر را زیر نمیکنم. میبخشی انتظار کنندم کمی در باره خود حرف زن. حاضر گپی من و تو رو یک طرف گذار. اصل رو گپ زنیم که زنبورها تیار میکنند. کدوم هستن؟ بعد در باره آنها گپ میزنیم. اول یکدیگر رو یک شناسیم. اول یک دنیا رو خودمون رو شناسیم، اصل کنیم، عالم رو شیرین کنیم. امره چی خیل؟ نامم رو از کجا میدونن؟ زنبورها، مورها، نای. البته معلم علی شمای همین تا معلم در همین جا هم. امری جان، وقتت رو بیهوده صرف مکن. تو را حیات زیبا در پیش است. بهتر که کامپیوترت رو خاموش کرده از پی درست شو. کامپیوترت رو خاموش کرده از پی درست شو. خوب معلم، شبی خوش. ليش ما عم يفتح هذا الباب؟
پینار اگر بگشار است باید در کف دستش چیزی زخم باشد. مرا دیدن میخواستید معلم؟ و شما یک چیز رو باید گویم. چیزیست که نمیدونم بعد شنیدنش چه عکس العملی نشان میدید. معلم موسی دخترچه داشته است میگیره؟ نه نمیگیرم. مرحمت تشکر.